رجبوی احمدزاده رئیس ولایت سوخت در یک اظهارات گفت روی اوش اصفهانی قرقیزستان از بالای دریای اصفهان و حدود تاجیکستان میگذرد. وی در یک صحبت با آزیا پلوس به گفته‌های رئیس ولایت بادکند قرقیزستان عبدالکریم علیمبایف واکنش نشان داده و گفت 275 متر قطعه راهی که جانب قرقیزستان آن را تورد کجا میگویند زمین اصلی تاجیکستان است. رئیس ولایت بادکند عبدالکریم علیمبایف روز سوم ینور در یک صحبتش با سپوتنیک قرقیزستان گفته است که طول قطعه تورد کجا در ولایت بادکند به طور قانونی به رسمیت ندارآمده است. بستن راه در تورد کجا غیر قانونی است، زیرا این منطقه حالا به کسی تعلق ندارد. از آن هم شهروندان قرقیزستان و هم شهروندان تاجیکستان استفاده میکنند. جانب تاجیکستان میخواهد چون قطعه تورد کجا قلمرو تاجیکستان حساب شود، اما این غیر قانونی است. رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده در یک اظهاراتش و در صحبت با آزیا پلوس گفته‌های رئیس ولایت بادکند را نادرست خواند. رجبوی احمدزاده گفت مجرای رودخانه اصفهان با دو پهلوی ساحلش 275 متر درازی دارد که روی اوش اصفهان از آنجا میگذرد. در اصل زمین اصلی تاجیکان است. همسایه و هیچ اساس قانونی ندارند که این قطعه را بحث برانگیز دانند، گفت رئیس ولایت سوخت. قطعه موضع محلی زرافشان یا که آن را جانب قرقیزستان تورد کجا مینامد موافق حجت‌های سال‌های 1924 1929 و مواد کمیسیای پاریتتی سال 1989 به بس حدود جمهوری تاجیکستان است. این قطعه راه اتومبیلگرد و پول با درخواست جانب قرقیزستان طبق پروتکل بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری قرقیزستان درباره وارد نمودن تغییرات و علاوه به سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری قرقیزستان از 18 ماه سال 2007 به مدت 49 سال با ارزش رمزی به اجاره داده شده است، گفت رجبوی احمدزاده. رئیس ولایت بادکند قرقیزستان عبدالکریم علیمبایف در صحبت به رسانه‌های قرقیز گفته است در مورد این مسئله کمیسیای بین حکومتی عاید به تعیین و علامتگذاری مرز کار میکند و امیدوارم که این مسئله حل خود را مییابد. اما رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده در واکنش به این گفته‌های همتای قرقیزش اضافه کرد که مقام این موضوع نباید موضوع گفت و شنید در دایره کمیسیای بین حکومتی تعیین و علامتگذاری مرز دولتی قرار گیرد. ما درک میکنیم که ارتباط نقلیات با ناحیه لیلک برای قرقیزستان تا چه اندازه مهم است و ما نیت نداریم که برای همسایگان خود مانع ایجاد کنیم به شرطی که آنها برای حرکت آزاد شهروندان تاجیکستان انتقال مال برای احتیاجات داخلی و لازم برای تجارت در این راه مانع ایجاد نکنند، گفت رجبوی احمدزاده. رئیس ولایت سوخت در رابطه با مناقشه خونین شب 27 ینور که بین شهروندان دو کشور همسایه به میان آمد گفت جانب تاجیکستان هیچگاه این قطعه را همچون فشنگ فشار بالای کشور همسایه استفاده نمیبرد. احمدزاده اضافه کرد که اگر مورد بستن راه جای داشته باشد پس این یا در جواب به عملهای غیر قانونی طرف دیگر و یا به مقصد تامین امنیت شهروندان دو دولت هنگام درگیری ها همچون چاره موقتی صورت گرفته است. مقامات ولایت سوخت میگویند قطعه 275 متر قلمرو تاجیکستان از دو پهلوی ساحل دریای اصفهان دهه‌های خواجه اعلی و سامانیان را به هم میپیوندد جایگیر است. این چنین دهه‌های قرقیزنشین قوقتاش و ارتباز در اینجا موقعیت دارند.